سال آینده سال خرگوش است. خرگوش یک حیوان اهل، حیوان عاقل است، حیوانی که از خطر فرار میکند، حیوانی که بسیار زرنگ است، هم زیر زمین نفس میکشد هم بالای زمین. خرگوش نشان آسودگی است به تمام اهل سمرقند، به تمام اهل ازبکستان، آسیای میانه و روی زمین آسایشتگی و آبادی آرزو دارم. از نام همه تاجیکان، از نام همه مردمانی که مسافر هستند، سال نو را از سمرقند برای سمرقندیان مبارکباد میگویم. ای باد آن روز رسد که همه غریبان برگردند، همه مسافران برگردند و سال نو جشن خانوادگی است، کنار خانواده ها و عزیزان خود باشند. از صمیم قلب به شبکه شهنان سپاس و تبریکات خود را میرسانم. زحمت میکشند این دوستان، این همکسبان که زبان مادری ما را در ارتقا نگه دارند و تکثیر کنند. خسته نباشید، همیشه پیروز باشید و ای کاش که صدای شما در همه روی زمین شنیده شود. با ما باشید.